بچه‌ها سلام، اومدیم سراغ یک ویدیو دیگر از بیلد دیفنس. خیلیاتون برای زامبی‌های نامصب این بازی کشته شدیم تو شهر و حتی ربات‌ها. حالا ما اومدیم ازشون انتقام شما رو بگیریم با مسیحا. امروز ما باید تا آخر شب بیدار باشیم و هیچ تلاش کنیم نامصب اون نزنیم. خب اگر نمیدونی اسلحه از کجا بیاریم میزنین تو استور، اینجا براتون میاره همه جا. من اینا رو گفته. خب اونم خونه من. اگر شما همچین خونه یا دیدین اینجا که اینجا موجود است، میشه از نزنیم هست یا خب شروع شد. اون خونه منه و این داریم با من بازی. آقا بزن مسیح بزن. این دستیه بیاد بیسته باز من هم از خوش چیش نشد. من میخوام با کود بزنم. جواب با کود بزنم. درست من خودم فروش کردم اشکالی نداره. از تنها گذاشتم رفتم تو خودم. این وقت نمیدونیم منور میده. اما تو خیلی دوبی نوکری من ندارم تنهایی بزنم باید تنهایی بزنم. خب من میتونم نمیتون بدم باشو بلد نیست که زامبی رو بزنی. زامبی هم بلد نیست بزنی. چه مثل یه عنکبوت بچه خودشو ولی بیشتر به خاطر عنکبوت ها بردید نه این که بیچاره آدم شده بهش. آدم زنی آدم کشی زامبی بره سلام ببین به خدا ایرانی نیستن فکر کنی ایرانی هم حالا ایرانی باشن کسی که دارن ایرانی هم مرحله دوم وای مرحله دوم بکنیم غلط شما عقب بشید شما عقب بشید میدارم اما به خدا بچه چه من به تو راستم اصلا انتقامتون رو گرفتم. انتقام کسی که کشتنشون رو گرفتم. میتونه این شکلی بله کشتنشون رو گرفتیم. ما به خاطر ربات ها بردیم. خب همه دعوای ما با ربات هاست میفهمی رو؟ سلام عرض درود. سلام عرض درود بر شما. چی؟ عرض درود بر شما. من رفتم که دونم برای من بزنیش چون نامه بزنشه با اونا می جنگیدن همون مدت. آره داشت می جنگید. خیلی دیگه خداوند حتی یه دیسلایک این ویدیو رو بزنید من رو خوشحال کنید. آره یو بخاطر این چیزا این لاکیسر رو بکنید. نه این دوام خونه تعطیل ببر
عنکبوت آدم نیست نمیفهمم. عنکبوت اون عنکبوت آدم نیست. نه آدم نیستی عنکبوت. داداش انتقامشون رو میگیریم، قطعا انتقامشون رو میگیریم. حالا ایشالله فردا اگه کسی نبرد نه یعنی خودمون اتفاقا به گوز برد رفتیم. ولی نبرد. آره یعنی یعنی خودمون برد. به گوز رفتیم. خواهشاً این ویدیو رو لایک کنین به خاطر من مسیحا. زنگوله کنارش هم بزنین، فعال کنین. ما انتقام شما گرفتیم، شما فقط اون زنگوله کنارش رو فعال کنین دیگه. تیمسمون رو فعال کنین. بی ما حمایت نکنین، ما بیشتر ویدیو براتون میذاریم. قطعا کانالم رو دنبال کنین. حالا این اولین ویدیویی که ما میذاریم، قطعا ما بیشتر هم میذاریم. تا ویدیو بعدی فعلا خدا حافظ.